آقای امیر جان سلامی دوباره نوکرتم بعد از چند وقت چند وقت شد دوباره مورد نمیدونم ولی خیلی زیاد. دیگه آخرین باری که سال 1422 بود 1422 آره همین 2024 بود. خب فکر کنم که 3 ماه قبل از سال بود ما آخرین ویدیو رو گرفتیم. دیگه گذشت ما دیگه نگرفتیم. آره دیگه گذشت ما نگرفتیم. میدونی که این ویدیو قرار چیکار کنیم؟ این ویدیو قرار نیست چیزی تست کنیم. من فکر کنم کسی هر چیزی نگفت. خدا رو چی این ویدیو ما قراره چیزی تست کنیم مثل بقیه ویدیوها. تو این ویدیو قرار مسابقه بدیم با هم دیگه، مسابقه اطلاعات عمومی. خب عالی هم اما برنا که اون پشت نشسته دست کوب بده بچه‌ها قرار از ما سوالای عمومی بپرسه. 20 تا سوال عمومی قرار ما بپرسه با 4 گزینه. خب این 4 گزینه ای امتحان زبان دانشگاه هم تو کنکور دادی هم من. بله من خیلی هم خبره بودیم. آره دوست ندارم خیلی به نتیجهش اشاره کنم ولی خب بالاخره 20 سوال عمومی از ما میپرسه که 10 تا از اینا عمومیه کلا. 10 تا اینا کلا عمومیه. ولی اون 10 تای دوم 5 تاش توی حوزه تخصصی توه. خب 5 تاش توی حوزه تخصصی منه. در نهایت کسی که بیشتر امتیاز ببره که برنده میشه و یه مدال میگیره مثل ویدیوهای قبلی. اما کسی که ببازه گیر خوردش. این چیزی که ما اینجا داریم. خب نگاه کن ببین این دوست که میخوای بکنیم گیر تندترین شکلات دنیا. بله خب روشم از این تندتر گیر نمیاری. هر کی بخواد تندتر گیر نوشته hottest chocolate challenge. داداشم عمو بارنا بریم که آقا من توضیح خیلی کوتاه بدم. ببین کلن اینطوریه که وقتی من سوالو پرسیدم هر کی زودتر بزنه روی میز میتونه اول بیاد و بگه کدوم گزینه درسته. اگر اشتباه گفت نوبتش سوخته و باید صبر بکنه تا نفر مقابل بگه. اگر یه نفر بدون اینکه بزنه روی میز و جوابو بگه حتی اگر درست باشه چون اجازه نگرفته و روی میز نزده بازنده حساب میشه یا مجبور صبر بکنه تا طرف مقابل بگه. اگه طرف مقابل درست گفت که خب طبیعتا برنده است. اگر درست نگفت حالا یه بار دیگه فرصت داره که نظر خودشو بگه. هر سوال چند امتیاز داره؟ 1 امتیاز و کلا در مجموع 20 امتیازه. نفر بازنده به این چالش تندترین شکلات دنیا کشیده میشه. خیلی خوب کشید سلاوز به نظرم چرا میگی نفر بازنده بگو امیر. بریم آقا خیلی الان خوشحالم یهو دیدی حرف زدن که نباید تو ویدیو بریم خوش آب داریم خیلی خوب بریم برای سوال اول. بفرم. اول سوالات عمومی رو ازتون میپرسم. آها 10 تای عمومی. اون دو تا آماده این دستا جفت روی میز. خیلی خوب استرس گرفتم کنکور بیشترم چه میدونم. خب بگو. سوال اول از آسون ترین سوال عملا دارم شروع میکنم. پایتخت فرانسه کجاست؟ صبر بکنید 4 گزینه‌ایه. و تا موقعی که من جواب آخر رو ندادمه اجازه نداریم بزنین روی میز. وسطش هم بزنید بازنده. 1 مادرید، 2 برلین، 3 پاریس، 4 لندن. موبین زودتر زد. پاریس. درست. بازنده. ملید میشم خوشم اومد تا ناراحت شدم. سوال 2 عدد پی تقریبا برابر است با کدوم یکی از این گزینه ها؟ 1 2 ممیز 14 صدم، 2 3 ممیز 14 صدم، 3 4 ممیز 14 صدم، 4 ممیز 13 صدم. من زودتر زدم 3 و 14 دیگه. کدوم گزینه بود؟ نه دیگه انم نکنه. امیر درست گفت. نوکرتم تو صرفا نه ببین گوش بازنده تو صرفا چون اکثر ملستری تر بود. خب دیگه بریم سوال بعد. بزرگترین سیاره منظومه شمسی چیست؟ الف زهره، ب مشتری، جیم مریخ و دال اینو از اول نپتون. من خودم زودتر زدم به نظرم. امیر زودتر، موبین زودتر زدم. مشتری. درست. امیر خیلی یواش میزنی یعنی من اصلا نمیشنوم که موبین میکوبه بعد موبین برنده. من زودتر زدم صدای موبین رساتر بود. من قبول کردم گفتم که استفاده بکنه بالاخره. خب الان بذار ادامه ویدیو با لحن میگویی که من قشنگ میدونی که من یه زمان فضانورد بودم. خب
یعنی من مشکلی فضانورد. این دادیم فضانورد. اگه به پدرت نگفتم بگو یه جوری فضانوردی میکرده پسرت رو فضاست، تو مشتری راه میرفته، مشتری شنا میدادم تو مشتری. بسته دیگه. بریم سوال بعد. سوال سوم، آب در چند درجه سانتیگراد یخ میزنن؟ الف 5 درجه، ب 10 درجه، جیم 100 درجه و دال 0 درجه. موبین زودتر زد. صفر منطقاً صفر دیگه. صفر دیگه. بله. من در واقع داشتم سوالایی که به اون میده الان میریم اونجا. سرعت عملم خیلی مهمه امیر جان و میدونی که جریمش چیه؟ نه من جدی بهت بگم دوست دارم امتحاناتش بکنم یه کمی شو. اگر تو پژو پارس باشی من دو چالش خیلی آخه الان چیلم میدونی میام مطمئنی قهوه دادی چی توشی حشیش نداده بودی و خوردم چی توش ریخته بودی. وقتی که دارم قهوه رو میخورم حالا میتونی به خدا چی توش هست. اصلا اینجوری هم که حسین ندارم از این تر بزنم هرچی شد وقتی شکلات رو خوردی واسه ویدیو بعدی حوصله من میاد. دوست حس دارم میکنم اینجوری. سر تو حواس باد آره داره. باری کرده من هم اینجوری میشیده بذار ما حشیشه باشه کی بعدش فکر کنم تو میاد. قهوهش حشیشه خودش نمیدونه. سوال چهارم، چه کسی لامپ را اختراع کرد؟ با دقت گوش بدید. 1 انیشتین، 2 نیوتن، 3 ادیسون، 4 گراهام بل. تو نکردی سوالش زد رو این. باختی امیر. خیلی خوب بفرمایید. ادیسون. درست. ادیسون کلا هرچی برق و مغز بود داداشم خیلی دستش باز بود خدایی. تا الان مبین 4 امیر 1. قورتت دادم برادر. قورتت دادم. باور کن واسه نمون زود بزنم. قورتت الان دادم. موقع سری بزنم یه که آخری گفته بود. سوال بعدی. خیلی دارم. اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چه کسی بود؟ آبراهام لینکلن، نه خیر. جورج واشنگتن، توماس جفرسون، جان آدامز. بگو. گزینه ب چی بود؟ گزینه چی بود؟ اسمش خیلی بهش میخوره من گفتم به دیگه حالا میتونی اسم دیگه بگی جورج واشنگتن. واشنگتن به نظرم درست. به خیلی میخوره قیافش بهش میخوره نفر اول بوده باشه من میدونستم پایتخت اونلی میدونی چی بهت پایتخت آمریکا چیه؟ ولی خب به اسمش خیلی میخورد اسمش اصلا من میدونستم اونلی من میدونستم جورج واشنگتن اولین جمهوری. سوال بعدی، چند قاره در دنیا وجود دارد؟ 5 قاره، 6 قاره، 7 قاره، 8 قاره. فکر کنم زودتر دارم امیر زودتر. پنج قاره اشتباه. بیا بگیم 7 قاره. 5 6 درست. 7 رندوم گفتیم میدونستم بین 6 و 7 گیر کردم ولی ولی اینجا بود. راست جاش هست بالاخره. 7 منم میدونستم. من قطب جنوب آخر یادم اومد. قطب جنوب خوشی خالص. حالا سوال بعدی، کشور کانگوروها چیست؟ جانم نیوزلند، آفریقای جنوبی. کانگورو حیوان منظورت الان یا بله. ملقبه به این به این بله. کشور ملقب. نیوزلند، آفریقای جنوبی، استرالیا، کانادا. استرالیا. درست. کجا میری بیشتر کردم بابا. اصلا استرالیا و کانگورو. من نیوزلند تو ذهنم بود من اولی از آفریقا اومد. سرزمین یه سری چیز اسم میگم سرزمین کوالاه. چرا نمیدونم یعنی مثلا به اسمش میخوره. تازه کوالا بهشون نمیخوره بوکسوران نیوزلندی خیلی سگن مبین امیر هر چیزی رو تو تخصص آره خودش. هر چیزی رفت به بود. معروف ترین نقاشی لئوناردو داوینچی چیست؟ شام آخر، جیغ، شب پرستاره، مونالیزا. مونالیزا. امیر مبین گفت در جریانی که داری میبازی همش و قراره اینو بخوری. من اوکی هم جدی میگم چون ببین انقدر الان رو هوا نمیدونم قهوه چی توش بود هیچ عیبی نداره. چه گازی برای تنفس انسان ضروری است؟ هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن. بزن. اکسیژن چیه باریکلا. استوب. امیر قبل اینکه من تمام بکنم زد. بابا یکم سریعتر بگو من هماهنگ شد الان میتونید دوباره بزنید. نیتروژن. داری امتیاز به من میدی مبینم باید بزنید. الان بیا الان تو میتونی بگی. چیکار کنم اکسیژن دیگه الان امیر دوباره امتیاز چرا می‌گیره. رندوم شد امتیازی که دست امیر بود میتونستی بگیری یا نگرفتی؟ نفهمید من از امرش آره. گفتم نیتروژن میگم نفهمیدی نه؟ میخواد به این بدبخت امتیاز بدم آقا قورتش دادم یه ذره هیجانی بشه مسابقه.
هیجانش به اونه، میدونی که اگه دلم میخواد تو ببازی بذار برسه تو برد یه طوری میکنم تو هم. خب الان میرسیم به سوالات تخصصی که 5 تاش مربوط به سوالای فوتبالیه که تخصص مبینه و 5 تاش هم مربوط به سوالای تخصصی امیره که سوالات بوکسن. یعنی بازم عقبی، یعنی تو عقبی کن. 10 تا بوکس رو میگیرم تو 5 تا بوکس. همون 5 بعید میدونم مبین بتونم همه 5 تاش جواب بده. حالا بگو ببینم. سوال اول فوتبالیا. کشوری که بیشترین قهرمانی جام جهانی فوتبال را دارد کدوم یک از ایناست؟ هنوز من نگفتم کامل. راستی. آلمان، ایتالیا، برزیل، آرژانتین. امیر زودتر زد. فکر کنم برزیله. درست. این که امیر سوال فوتبالی جواب بده تو چت من نمیاد. برزیلیا باحالن کلا، فوتبالیستا خوبی داشتن. من دیگه به بچه‌ها حساب کردم. برزیل با 5 تا قهرمانی بیشترین قهرمانی جهان. خب سوال بعدی. کدام بازیکن بیشترین توپ طلای جهان را برده است؟ کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، زیدان، رونالدینیو. زودتر زدم خدایی. امیر زودتر زد. مسی نی؟ درست. من مسی به خاطر مسی این زد جلو. ویدیو فاناشون مسی هست. زد جلو. میگه مسی زد جلو، مسی 8 تا، رونالدو 5 من تا. سر ویدیو فاناشون میگم. دیدی یکی میاد ترجمه میکنه. سوال بعدی. اولین جام جهانی فوتبال در چه سالی برگزار شد؟ شت. 1930، 1940، 1950 و 1960. همین مبین زودتر زد. 1930. درست. قشنگ تو زنه منم بود. چرا میدونم عجیبه، نباید اینا رو بدونم. سوال بعدی. من بلدم. به خدا عجیبه. بزرگترین ورزشگاه جهان برای فوتبال. نیوکمپ، ورزشگاه آزادی، موش داری میدید. ورزشگاه رنج ناردو و ورزشگاه ومبلی. امیر زودتر زد. نیوکمپ. اشتباه. آزادی. آزادی نیست. اون دو تا گزینه دیگه میتونی بگی، غیر از آزادی دو تا گزینه دیگه بود. ومبلی خب و رنج ناردو. ومبلی. اشتباه. ناردو دیگه. امیر درست. رنج ناردو چیه؟ نمیدونم. حتی نمیدونی داره بلین چیه. ومبلی مال انگلیسه میدونم. عجیبه میدونه همه. خوب میدونی ولی که با میدونم ولی اصلا اینی که گفت نشینم تا حالا. یه فکت بگم از 5 تا سوال نگو پاره کردم. 3 تاشو تا الان امیر گرفته، یه دونشو مبین برده. میدونی که من دارم فکر تو کنم خونه آلیانس خودت شکستت داده. زمین خودت مالیدمه داده. زمینش آلیانس آرنا 80,000 تا ظرفیت فکر کنم داره و آزادی 100,000 تا. گفت آلیانس آرنا 80,000 تا. البته 80,000 تا 100,000 تا آزادی فکر کنم با افرادی که روی میله سوال آخر تخصصی مبین. چه تخصصی؟ بیشتر فوش بدادن. لقب تیم ملی ایتالیا چیست؟ آتزوری، سامورایی، سلکاو، لوس بلان. قابل گفتن. دوران باشه. آتزوری، سامورایی، سلکاو، لوس بلانکوس. گزینه 3 رو یه بار دیگه واسم بکنی. سلکاو. من نظرم سلکاوه. اشتباه. آتزوری. فاک. گزینه 1 چیه؟ چه میدونیم؟ میدونم. نه یه بار دیگه بگو اسمشو. خدا که تو میدونی بگو دیگه. آقا بخوام بگم گزینه 1 چیکار کنم؟ این بار امتیازو میدم به مبین ولی بار بعدی باید اسمو بگین. بابا خب یادم میاد بابا گزینه نمیشه چیه. بزنش کرده. چه میدونم اون چیزی که اول گفتی. حالا میرسیم به امتیازات سوالات تخصصی امیر. خدا الان میرینم. سوال 1. محمد علی کلی معروف ترین لقبش چه بود؟ بگو ببینم. 1. ببر، سلطان مشتها، بزرگترین، اژدها. مبین زودتر بود. بزرگترین. درست. داداش بوکس چیه نمیخوری؟ بوکس هم نمیخوری. سوال بعدی. چه کسی اولین قهرمان سنگین وزن بوکس جهان شد؟ جون لوئیس، جان ال سالیوان، مایک تایسون، فلوید میودر. سالیوان؟ درست. درست سالیوانه. امیر داری همین الان باید بخوری. چی؟ چی نه؟ همه چیز دیگه بود. خب
من مشکل ندارم با اون نه مسئله. حوصله ندارم بزنم رکورد بدون شکست فلوید میودر چقدره؟ 45 هیچ، 50 هیچ، 49 هیچ، 51 هیچ. زود زدم الان. نه سخت درست. بوده 50 هیچ دیگه. درست. میدونستی فکر کنم اینو. من نه. نمی‌دونستی؟ ولی می‌خواستم شانسی بگم 50. سوال بعدی. معروف‌ترین مبارزه مایک تایسون در برابر چه کسی بود؟ ایواندر هایلیفیلد چی اسمش؟ هالیفیلد. هایلیفیلد. یه چرا بار خط دیگه. زدی رو نه اشتباه. دوباره میگم. معروف‌ترین مبارزه مایک تایسون در برابر چه کسی بود؟ ایواندر هالیفیلد، جو فریزر، محمد علی و مانی پاکیائو. من زودتر زدم. جو فریزر. سامان اون دوران اشتباه. پس هالیفیلد. هالیفیلد درست. همون که گوششو کن؟ مثلا جو فریزر فکر کنم جو فریزر بود که گوشش کن. قبل از تا چیز بود تایسون. و سوال آخر. کدام بوکسور به دست بمب معروف است؟ خب جو لوئیس، مانی پاکیائو، تایسون فیوری، اسکار دلا هویا. داش زودتر زدی. دوباره زدم. کلا ریدی. نوبت امیر مبین اشتباه. اسمشون از اول بگو. به مش بمب. جو لوئیس، مش بمب. دست بمب. دست بمب. جو لوئیس، مانی پاکیائو، تایسون فیوری، اسکار دلا هویا. توی دو تا گزینه اول و سه فکر کنم چیزه جو لوئیس فکر کنم. درست. حال میکنی؟ حالا میرسیم به نتیجه گیری. نتیجه گیری یا حالا ببینیم کی حال میکنه. دیدی بوکس چطور گفت؟ همه سوالا رو میدونست. آقا تو بوکس کی بیشتر خب زودتر میزنی. وای خیلی نزدیکه. چطور؟ خیلی نزدیکه. نفر دوم اونی که باخته 9 امتیاز گرفته و اونی که برده 11 امتیاز، یعنی با یه امتیاز. نه 9 و 11. خب نه اونی که یه نفر به بازه داده میشه به اون. و بازنده این قسمت و کسی که باید مجازات تندترین شکلات دنیا رو امتحان بکنه کسی نیست جز امیر. چه امیر چیز ناراحت بود یه لحظه من بگم موبیل بگو امیر راشی. من خب مشکلی باش ندارم دوست داشتم. باز کن ببینم. باز شود دیده شود. آره بذار بگیریم جلو دوری. بگیم گرفت. عقب‌تر دادنش. گرفت. آقا حل. خب بذار این افتخار رو بده من آنباکس. نه دوستان جلوش نکنم. جلوش مشکله. داداش مجازاتی بود که بخورم نه اینکه نه مجازات خودش میتونه باز کنه مجازاتشون. این جایزه است مجازات نیست. مدالشو نمیدی. باشه مدالمو بده. مدالو بذار گردنش. مدالو بذار گردن من برادر. بله من گفتم که باید اول مدالو بدید به برنده. بله. برام داد گردنم. همین چون قبلا سخت‌تر بود الان آسون داریم میگیریم. نه الان چون قراره مجازات هم بشی. بکن نه. ها؟ بکن تو گردنم. ریدم تو ماشه. خب ببینم چطوری. مدال چندم من میشه سوم ها؟ تو 2 تا داری من 3 تا؟ نمیدونم فکر کنم آره. نوبت شما. حالا شما فعلا شکلات رو بخور. همین یه دونه است؟ ببین ریپ بدبخت ریپ چی داخل مشکله؟ میکشتت. من جعبه‌شو میخوام آجی. بیا برای خودت داداش. نه نرین توش کن. همونجوریشو میخوام. نمیخوام بازش کنم. وایسا من برم اول. میخوام بیارم. شیر. شیر رو بیارم. نه یار به نظرم آقا مجازات. یه چیزی توی پلاستیک هست که باید نشون بدی فکر کنم میدونی؟ حاجی اصلا ظاهر خوشم کارو اومد نشون ازش. میده میدونی؟ خودم خوشم اومد. سخت نمیگیری یه مقدار کرونا مگه؟ آخه من کلیپاشو دیدم خیلی وحشتناکه. بابا بهت میگم ببین بخور ببین چیه دیگه من چی بگم بخور ببین چیه. چرا نمیتونی اینو پاره کنی؟ والا چه بوی میده؟ بوش احساس میشه؟ بوشی داره میاد. من بوشو بو فلفلی میاد. نه بوش خیلی تنده. ببینم وایسا خیلی بوش تنده. خیلی تنده اصلا. ببینم آجی کم کن. نه گاز کوچیک بزن. یه گاز کوچولو میزنم. باشه همشو که نمیخورم. میمیری. برای خودت دارم میگم. قطعا برای خودت داره میگه خیلی بوش تنده. ببین خودش چیه. خوشحالم که برنده شدم. آجی پودرش کردی. حداقل برای 2 تا مجازات میذاشتی. نداره میذاش تو بوز کاسه. اصلا من فشار ندادم. داداش مگه داری
نه دیگه خیلی کمه. خیلی پودر آخه. ببین اینو بردار اینو یه گازی کوچیک ازش بگیر همین. میخوام لبم درگیر نشه، یه باش لب نگیرم وگرنه امیر بزن بر بدن ببینم. بیشتر. بابا اینقدر ترسو هم نباش. میذاشتی بمونه تو دستمال تو دستمال بده وای شیره رو بخور شیر رو قورت بده شیر نمیتونی قورت بدی بخور شیر بخور تو ست نه بریز ابنه حالا من آدم ریلکسیم و آدم بفرما چه بدبختی وای که اینو جمع کنه رو میز دستکش داره جمعش کن. خوبی؟ تا ترگیدم داره میسوسه. خوبی؟ خب من نمیخورم و اصلا نمیخورم از این نگهش داری داره مجازات بعدی میسوسه. داری میسوزه؟ مبین امیر دلم میخواد این تیکه رو توی ادیت بذاری که قبلش میگفتی خیلی ریلکسم. آره من هیچ مشکلی ندارم با خوردنشو حتما میکس کنم. ببین چی بود چشا منو وای خیلی میسوزه. اصلا چشم چیزو بیار، منم حالم بده. بطری شیرو بیار حاجی، خیلی میسوزه. حاجی دستمال بده رفت شیرو نگه دار تو دهنت قورت نده. نگه دار بذار بمونه بعد قورت بده. حاجی فلفلش منم داره میسوزونه در این حد. شیر اولی رو نمیشد قورت داد، اگه قورتش میدادم میمردم. داشت میسوخت نمیشد قورتش داد شیر اولی رو. انگار اسید بوده. ببر جعبه‌شو ببر به یادگار ببر. فیما خالدونم داره نگاش کن برات درس عبرتی بشه که مسابقه های بعدی اینقدر شل نگیری بچه. خوب بود ولی چشم وا شد غزل قهوه رفت. بده اونو شیر بخور بابا. بریز. چی همونجور که گفتم شلاقت میزنه ها؟ کاش فقط شلاقم میزنه. چاستره میکنه. بعد دارم بهت میگم سطل بده میگی چی میگم؟ چی خب میگه عذاب داشتم میکشیدم بیشترم سطل بده. خب میگه آخه ما انتظارمون این بود شیره رو قورت بدی. آره نمیشد قورتش بدم. خودشو توف کنی. نمیشد اگه قورتش میدادم در رو تشنج میکردم. خودش اصلا نجوید گاز یا توفش کرد در این حد. اصلا نمیشد قورتش بدم. ما نخوردیم و بوش داره اذیت میکنه. آره با من داره میسوزه یه ذره. شیر اول اصلا الان که اصلا لبم داره میسوزه، کل لبم داره میسوزه، زبونم هم داره میسوزه، صدام در نمیاد چون به خاطر ریلکسیه. وگرنه موبیل الان داشت جیغ میزد. خدا رو شکر کل زبونم کل دهنم داره میسوزه. میسوزه. چشات نزن. کل دهنم داره میسوزه. بعد شیر اولا نمیشد، شیر اوله انگار مثلا آبجوش با فلفل محض ریخته بودن تو دهنش. شیره خودش نمیشد اصلا اونو قورت. اگه قورت میدادم در جا تشنج میکردم. دستم داره میلرزه. دستتو نشون در بده. جا تشنج میکردم. اینو نشون بده. این داره میلرزه. در جا تشنج میکردم. شیر رو قورت میدادم. شکرت. پس نتیجه میگیریم که اینا تبلیغات نیستن. نه خوبه. من میدونستم این تبلیغات نیست. این نیست حداقل. این شکلاتشه، یه دونه چیپسش هم هست. نظرتونه یه مسابقه رو چیپسش هم بریم؟ آره من هستم. من اونم تست میکنم. من این هستم. جالب. و بغلش یه قهوه رو بهم بدی که توی حالت ریلکس خودم باشم، تشنج نکنم، نزنه بالا یهویی. شکلات نبود. برای بچه‌ها توصیف کن. اصلا شکلات نبود. اولا که شکلات نمیدونم چی بود. لحظه‌ای که رفت تو دهنم فقط احساس کردم که سوخت یه چیزی داخل دهنم. هیچ چیزی دیگه احساس نکردم. خیلی وسن. الان دهنم داره میسوزه. سوزن دارن میزنن. که زبون حالا وجودیه. بچه‌ها ببینید مبین هیچی نخورده و دماغش قشنگ مشخص قرمزه. قرمز شده دماغش. بابا رفت تو دماغم. وای. خدا دماغم اومد. بعد آره نوک زبونم که همین الان داره سوزن میشه. بعد شکلات مثلا شکلات دیدی میخوره تا آب میشه داخل دهن. شکلات نبود. آخه شکلات نیست نگاه کن. بسکویتیه. کوکیه. آره کوکیه. بعد جامد بود. نه این کوکی نیست. ببین برای مثلا شیرینی مادهش آرد و ایناست. این مادهش فلفل بوده. بعد یه ذره شکلات ریختن. و حالا
یا اول چیز بود من تیکشو بردم داخل دهنم بعد اومدم گاز بزنم اتفاقی که اون اول افتاد خواهی نکردم همین من دیدم تو نجویدی و ایشگی کردم توپش کردم اصلا نمیشه دیگه اتفاقی که اول افتاد خواهی نکردم برام بهشون تر گفتم به من تشنج میکنم خیلی عجیب اینا که کلا میخورن چجوری این کارو میکنن گاو من نیستن اوه دستمال داریم؟ دستمال بیا بابا